با سلام و به نام خدا. خراتپور هستم، مدرس دوره‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه. این بار میخوام در مورد بیسلاین ها در نرم افزار MSP با شما صحبت بکنم. همونطوری که شما دارید ملاحظه میکنید، ستون‌های دیوریشن، استارت و فینیش ستون‌های معمول در نرم افزار MSP هستند و زمانی که شما برنامه‌ریزی پروژه‌تون رو انجام میدید، ولیوها یا مقادیر رو در این ستون‌ها خواهید دید. اما فرض بر این بگید که من میخوام یه بیسلاین پلنی رو ایجاد بکنم، یعنی از برنامه خودم که در نرم افزار ایجاد کردم یک کپی و یک ذخیره در بیسلاین داشته باشم. از منوی پراجکت set بیسلاین رو انتخاب میکنم. همونطوری که قبلا اشاره کردم 11 ظرف بیسلاین داریم یا 11 خط مبنا داریم که من بیسلاین پلن رو در بیسلاین ذخیره میکنم و اوکی میکنم. همونطوری که شما دارید مشاهده میکنید، بیسلاین استارت من و بیسلاین فینیش من تاریخ‌هایی مطابق با ستون استارت و فینیش درج خواهد شد. اگر بخوام در قسمت بارها بیسلاین رو بیارم، از منوی فرمت بیسلاین رو انتخاب میکنم و میبینید که به صورت یک بار چارت خاکستری رنگ برای من مشخص میشه. اما فرض بر این بگیرید که من میخوام اطلاعات رو در ماه اول در زمان اجرای پروژه وارد بکنم. شروع پروژه‌ام رو در تاریخ اکچوال استارتش رو در تاریخ 21 می 2016 وارد میکنم و همینطور تاریخ فینیشش رو هم در 21 می 2016 وارد میکنم. اما عملیات خاکی من طبق پلن میبایستی 23 5 2016 آغاز بشه، اما من در تاریخ 26 می 2016 کار رو شروع کردم و در تاریخ 24 می 2016 بایستی کار به اتمام برسه، اما من در تاریخ 27 می 2016 کار رو به اتمام رسوندم. همونطوری که شما دارید ملاحظه میکنید اکچوال استارت و فینیش من مشخص هستش. حال به این صورتی که شما دارید مشاهده میکنید در بار چارت ها بیسلاین شما که پلن شما هستش و فاصله بین اکچوال شما مشخص هستش. من از اطلاعات ماه اولم یک بیسلاین دیگه رو در ستون‌های بیسلاین وان استارت و بیسلاین وان فینیش بیسلاین مورد نظرم رو میدونم. البته همونطوری که شما میدونید در خط مبناها یا بیسلاین ها استارت، فینیش، دیوریشن، ورک و کاست ذخیره میشه. من فرض بر این بگیرید که اطلاعات ماه اولم رو میخوام در بیسلاین شماره 1 ذخیره بکنم و اوکی. همونطوری که شما دارید ملاحظه میکنید، اگر من بخوام بیسلاین ماه 1 رو نشون بدم، بار چارتاش رو، شما میتونید از منوی فرمت بیسلاین و بیسلاین 1 رو ذخیره کنید و همونطوری که شما دارید ملاحظه میکنید میتونید اطلاعات واقعی پروژهتون رو با هر کدوم از خط مبناها که برای شما حائز اهمیت هستش تجزیه و تحلیل بکنید و با همدیگه قیاس بکنید. و میتونید در ماه‌های دیگه هم از منوی پراجکت، زمانی که اطلاعات واقعی رو وارد کردید، اطلاعات ماه‌های بعدی رو در خط مبناهای دیگه و به شماره‌های دیگه ذخیره کنید، همونطوری که شما دارید مشاهده میکنید. امیدوارم از این نکته‌ای که برای شما عنوان کردم استفاده لازم رو ببرید. سپاسگزارم.